السلام علیکم ګران لیدونکو، بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم. زه عظمت الله شین د ستاسو په چوپړ کې یم. څرنګه چې تاسو مخکې زموږ برنامه ولیده، څلور دانې ګلان یعنې د معرف کسان موږ سره ول. هغه زده کوونکي چې ډېرې ښې برنامې تاسو ښې خبرې او ښه پیغامونه تاسو ته وړاندې کړل. بیا نن هم هماغه مکتب خصوصي فرصت دانش یعنې خصوصي مکتب فرصت دانش کې بیا هم هلته راغلي یاستو. راځئ چې نن ښوونکو سره مصاحبې ولرو، د هغې ابتکارات او د هغې نظریات هم واورو او نوي کال ته دوی څه برنامې نیولې دي. د هغې جملې ښوونکو څخه موږ دلته نن قاري صاحب زمری موږ سره دی چې دا د علوم دینی یا د دینیاتو بخش نه مخکې وړي. ښاغلی استاد موږ ته ځان معرفي کړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این جانب قاری صاحب زمری، یکی از استادای علوم دینی مکتب فرصت دانش. خب خیلی خوب استاد خان، شما در رابطه با فعالیت‌های سال جدیدتون اگر با ما بگین خوبتر میشه. فعالیت‌های سال 1402 امسال ما بخیر، یکی از فعالیت‌هایی که ما ایجاد کردیم، یکی خوشبختانه که مدرسه طبقه وناس است که طبقه وناس از علم محروم بودن. دیگه امسال بخیر مدرسه رو برشان فعال ساختیم از صنف اول تا صنف 12 و دیگه فعالیت های ما ای است که بخش مرکزی بخش علوم صحی داریم، دکترای مجهز است و استادای روانشناس داریم و بعضی فعالیت های دیگه داریم. در رابطه با این مدرسه گفتن، در رابطه با مکتب اگه بگیم با دوستای ما که بشنوانیمشان ابتکارات به سال 14 یعنی کدام فعالیت شما را انجام میدید؟ فعالیت های جدید این تغییرات؟ فعالیت های جدیدی که فعلا در مکتب نو آوردیم، یکی از دکتر صاحباست که به خاطر تشخیص شاگردا، به خاطر صحت شاگردا دکتر صاحبا را آوردیم که شاگردا را تشخیص بکنه، به خاطر مریض شدنشان، به خاطر درد مردشان یا را تشخیص بکنه. تشخیص بکنم. ماشاءالله خیلی خوب. در قسمت شما یادآوریشن که روانشناسی است، یعنی که این تشخیص روانشناسی که روانشناسی شما کدام شاگرد را تشخیص میکنین در روانشناسی؟ یعنی چی؟ در روانشناسی کسایی که مشکل داشته باشه، مثلا در مشکلات نمازشان، در مشکلات وضو کردنشان، در مشکلات حفظ قرآن کریمشان، در مشکلات علوم دینیشان. خب بیایم در بخش علوم دینی شما چی تغییرات ها میخواین در این مدرسه در مکتب که اصلا شما یادآوریشین باید داشته باشیم؟ چی تغییرات در قسمت علوم دینی دارین شما؟ در مدرسه که تغییرات ما نو ایجاد کردیم، میخواهیم که مثال با شاگردایی که نو امسال خود شامل کردن از صنف اول الی تا صنف 6 کیجی و نرسری است، میخواهیم که تعلیم و تربیه آموختن ترتیب نماز و ترتیب وضو، حفظ قرآن کریم و مسائل شرعی برشان واضح بسازیم. شما کدام تایم‌های مختلف مثلا تدریس میکنید؟ بخش‌های علوم دین تان کدام تایم است و مکتب تان کدام تایم است؟ بخش‌های علوم دینی ما مکتب ما از ساعت 7 بجه شروع میشه که استاد باید 7 بجه حاضر باشه در مکتب تا به 12 بجه. بخش مکتب است و بعد از چاشت است که علوم دینی مدرسه شروع میشه طبقه وناس از ساعت 1 بجه الی 5 بجه. استاد خان، شما در بخش علوم دینی گفتین تغییرات آوردین، کدام تغییرات سونده با شما گفتم میتونید با دوستای عزیز ما؟ تغییراتی که امسال آوردیم با شاگردای صنف اول الی صنف 6 که مربوط ما میشه که علوم دینی و قرآن کریم حفظشان است، تغییراتی را آوردیم که امسال از صنف اول الی صنف 6 حداقل باید که یک سپاره سیر مکمل آخر جزء قرآن کریم باید حفظ داشته باشند با تجوید، چون که قرآن کریم میگه ورتل القرآن ترتیلا، هدف از ترتیل در قرآن کریم با تجوید آمده که ما باید قرآن کریم با تجوید بخوانیم. همون قسم با شاگردا درس میتیم. یک قسمت شما گفتین در حفظ، یعنی برای حفظ طبقه وناس است یا ذکور همچنان است؟ ذکور هم است، وناس هم است، چون که علم با مرد و زن مسلمان فرض است. باید دختران یاد بگیرن حفظ قرآن کریم، سوره های نماز است، آداب نماز است و با بچه ها هم. زیادتر تاکید شما حفظ برای خردسند است یا کلانسند است؟ زیادتر کدامشون هستند؟ زیادتر تاکید بالای کسایی است که نماز سرشون فرض شده، همین سوره های نماز و صنف های اول دوستی که یا کسان در آمادگی هستند، میخوایم که آماده بسازیم به وقت نماز خواندنشان که درست سوره ها را حفظ داشته باشند. یعنی بخشایی که بخش علوم دینی هستن زیادتر کارهای عملی هم باید داشته باشند. زیادتر کارهای عملیتون چه وقتی شما انجام میدین؟ در وقتی تدریس است یا ساعت دیگه؟ کارهای عملی ما یک ساعت داریم که مشخص تفریح می باشه، یک ساعت بیکاری از استاد می باشه، میتونیم با شاگردا را در بیرون بخوایم عملا نماز عملی برشان بخوانیم، حضور عملی برشان یاد بدیم.
خب خیلی سپاس، تشکر استاد گرامی. دوستای عزیز، قسم که شما دین حرفای استاد بسیار مفید بودن. اینا فعالیتایی که تغییرات در بخش علوم دینی داشتن و در رابطه با پلان جدید سال 1403 اینا فعالیت بسیار انگیز و بسیار فعالیت مفید را انجام دادن. دوستای عزیز، تا این دم برنامه دیگه هم وجود داره و استاد دیگه هم امروز مصاحبه داریم. شما منتظر باشین. طبقه اوناس در بخش علوم دینی با طبقه اوناس نه چی فعالیتایی کردن مصاحبه داریم.